بسم الله الرحمن الرحیم. سالها پیش من نامه‌ای به جناب دکتر منوچهر امیری نوشته بودم به شیراز. تا اون موقع دقت نکرده بودم اسم من چجوری هست، فامیلی من چجوری است. ایشون جواب نامه به من داده بودن، نوشته بودن آقای توفیق سبحانی، خداوند به شما توفیق سبحانی بدهد. و یاد استاد امیری گرامی که این توفیق رو خداوند به من داده، از جمله اون که مولوی شناسان ایران و انیران، استادان برجسته ایران و جاهای دیگه به بنده لطف دارن. از جمله آنها یکی استاد کریم زمانی است که سالهاست به بنده عنایت دارن و من یعنی معرف باید حسابش رعایت بشه. من نمیتونم ایشون رو معرفی کنم چون ایشون خودشون معروفتر از من هستن، کارهای برجسته تری انجام دادن. من فقط 3 کتاب چاپ شده از ایشون و 1 کتاب در حال تهیه رو اشاره میکنم. من هر جا رفتم سراغ شرح جامع مثنوی رو از من پرسیدن. در ترکیه به چند استاد این کتاب رو من هدیه کردم، کتاب شرح جامع مثنوی رو. و اخیراً ماه‌های آخر سال 90 ایشون شرح فیه مافیه رو تهیه کردند که من در فیه مافیه که آماده کرده بودم تصحیح انتقادی از اون کتاب استفاده کردم. و قرآن رو ترجمه کردن ولی اسم زیبایی گذاشتن تفسیر روشنگر. جاهایی رو به ترجمه آیه اضافه کردن که در روشن شدن مفهوم آیه خیلی کمک میکنه به افرادی که عربی یا کم میدونن یا نمیدونن. و مشغول تهیه شرح دیوان کبیر هستند. و آخرین باری که من با استاد صحبت کردم 1100 بیت 100 غزل 1100 غزل آماده شده بود و من نمیدونم در اون فاصله استاد زمانی از بیکار ننشستند، حتما از نیمه گذشته. خیلی من از طرف بنیاد شمس و مولانا از جناب زمانی متشکرم که دعوت بنیاد رو پذیرفتند و سخنرانی خواهند فرمود درباره پیوند معنوی شمس و مولانا. جای استاد دکتر احمد جلالی هم خالی که من در واقع بعث البدل ایشون هستم اینجا. و اینه که من 3 قسمت عرض خواهم داشت به نمایندگی از طرف مولانا. این که شمس میاد مولانا چه حالی داره، شمس در قونیه هست مولانا در چه حالی است و شمس رفته مولانا در چه حالی بوده است. این رو در قالب 3 غزل از خود مولانا. و من شبی در شبهای زمستان در قونیه برف میبارید، من بیرون آمدم از هتلی که بودم و کوچه های قونیه را میگشتم. باور کنید من به چشم دل دیدم که مولانا هنوز هم دنبال شمس میگرده و این کوچه های قونیه شاهد این یعنی گم شده ای که مولانا دنبال اون هست و الان هم هست. از من فقط غزلی که عرض کردم مولانا قبل از یعنی شمس داره میاد، مولانا اینجور بیان میکنه: شمس و قمرم آمد، سمع و بصرم آمد، وان سیمبرم آمد، وان خوان زرم آمد، مستی سرم آمد، نور نظرم آمد، چیز دگر ار خواهی چیز دگرم آمد. آن راهزنم آمد، توبه شکنم آمد، وان یوسف سیمین بر ناگه به برم آمد. امروز به از دینه ای مونس دیرینه، دی مست بدان بودم کز وی خبرم آمد.
اون کس که همی جستم دی من به چراغ او را، امروز چو تنگ گل بر رهگذرم آمد. از مرگ چرا ترسم کو آب حیات آمد، وز طعنه چرا ترسم چون او سپرم آمد. امروز سلیمانم کانگشتریم دادی، وان تاج ملوکانه بر فرق سرم آمد. از حد چو بشد دردم در عشق سفر کردم، یا رب چه سعادت ها که زین سفرم آمد. وقت است که می نوشم تا برق زند هوشم، وقت است که برپرم چون بال و پرم آمد. وقت است که در تابم چون شمع در این عالم، وقت است که برغرم چون شیر نرم آمد. بیتی دو بماند اما بردند مرا جانا، جایی که جهان آنجا بس مختصرم آمد. و این در واقع زبان حال مولاناست از دیدن یاری که او را قبلا در دمشق یا حلب دیده بوده و مولانا واقعا بال و پری باز کرده و داره پرواز میکنه. از جناب زمانی ما خواهش میکنیم که بیاناتشون بفرمایند و بعد ببینیم مولانا شمس اومد یکم با هم گذراندن چه شد. سلامت باشید. خیلی ممنونم. به نام خداوند مهرگستر مهربان. آقای استاد توفیق سبحانی خودشون سرمشق کارهای ناچیز بنده هستند. ما به ایشون اقتدا کردیم اگر و امثال ایشون اگر کاری کردیم. به هر حال عرض به حضور دوستان عزیز که از راه‌های دور و نزدیک تشریف آوردن و با کسب رخصت از اساتید مجلس عرض میکنم که من در 4 محور سخنانم رو جمع کردم. اول شمس پیش از مولانا، دومین محور مولانا پیش از شمس، سوم شمس بعد از مولانا و 4مین محور مولانا پس از شمس. به طور کلی اگر واقعاً ما شمس رو نشناسیم، در واقع مولانا رو هم درست نشناختیم، به دلیل اینکه این دو بزرگوار یک کل واحد رو تشکیل میدن که بدون شناخت یکی از اونها دومی مجهول میمونه، در ابر ابهام و تاریکی ها قرار میگیره. و باید از مولانا هم سپاس داشته باشیم که شمس رو به جامعه جهانی معرفی کرد. قطعا اگر مولانا از شمس چیزی نمی گفت، کسی خبری اثری از مولانا نمی یافت و نمی گفت. از این رو باید از غزلیات مولانا مخصوصاً که به طور گسترده و صریح از شمس گفته تشکر کنیم. شمس به لااقل به 3 موضع از مواضع سرزمین‌های اسلامی سفر داشته. برای چه؟ برای یافتن فرد اکمل، برای کسی که به او اقتدا کنه و کمال خودش رو ادامه بده. حداقل به این 3 کشور سفر داشته، به این 3 سرزمین: شامات، بغداد و همچنین آسیای صغیر که ترکیه فعلی باشه. این که مولانا شمس رو مطرح کرد و بدون
بیانات مولانا ما بر وجود شمس واقف نمی شدیم، به این دلیل است که شما در آثار عرفانی قرن هفتم، به خصوص آثار فراوان و کثیر ابن عربی که بیش از صدها رساله داره و فتوحات مکیه که یک دایره المعارف عظیم هست، خصوصا در فتوحات ابن عربی کلاً سلیقش اینجور بود، علاقه خاصی به نام بردن اسماء و نامهای عارفان داره، چه عارفان پیش از خودش و چه عارفان معاصر خودش. در کل آثار ابن عربی، خصوصا فتوحات که اسامی زیادی از عارفان نام برده، ما ذکری از شمس نمی‌بینیم. با توجه به اینکه در مقالات شمس شاید 7 بار 8 بار از شخصی به نام شیخ محمد سخن میگه که برخی از محققان از جمله آقای استاد موحد سلمه الله معتقدند که این شیخ محمد همون ابن عربی عارف بزرگ قرن هفتم هست. حالا من در این مقطع داوری نمی کنم که آیا هست یا نیست، ولی حالا فرض رو بر این میگیریم که شیخ محمد هایی که در مقالات ذکر شده مراد ابن عربی است، خصوصا که شمس تأکید میکنه که باهاش مباحثاتی داشته و در مباحثات هم غالباً غلبه با شمس بوده. تعجب رو چندان میکنه که خب اگر شیخ محمد همون ابن عربی بوده، چرا هیچ اشارتی ولو به مختصرترین اشارت یادی نکرده از شمس؟ به هر حال این رو هم میذاریم به این حساب که شمس عادتاً خودش رو جایی معرفی نمیکرده و گذر میکرده. بنابراین شناخت واقعی و تاریخی از شمس از واجبات مولانا شناسی است. شمس گوشگیر و منزوی هم نبوده. ما یک اصطلاحی داریم در یکی از طریقت‌های تصوف به نام خلوت در انجمن. شمس ضمن اینکه مراودات و برخوردها و مباحثات با افراد برجسته اوتاد و اقطاب و مشایخ داشته، ضمن تماس‌های فراوان در عین حال در یک چیستانی شخصیتش فرو رفته بوده. گارد بسته‌ای داشته، هر کس رو وارد دنیای اسرارآمیز خودش نمی‌کرده. این است که اصطلاح خلوت در انجمن بهترین اصطلاح برای شیوه زندگی و زیست و برخورد شمس تبریزی. در عین حال که با همه مراوده داره، اما هر کس رو به دنیای خودش راه نمیده. به هر حال شمس به لحاظ سفرهای متعدد، سفرهای آفاقی، انفسی، جهت یافتن فرد کامل به همه جا رجوع میکرده، به همه کس. و این صفت کثیر السفر بودنش رو هم دوستانش لقب نهادند و هم بدخواهانش، اونهایی که قبولش نداشتند. دوستان و همدلانش این صفت دائم السفر بودن شمس رو تعبیر کرده بودند به شمس پرنده. اما اون کسانی که دلخور بودن از شمس، قبولش نداشتند، یک تعبیر موهن و اهانتباری به کار می بردن به نام آفاقی. آفاقی یعنی دورگرد، یعنی ولگرد، آسمانجل، آواره، در به در. علی ای حال سایه‌ای که شخصیت بلند مولانا بر شمس افکند سبب شد که شمس
اونطور که باید شناخته نشه، در حالی که واقعاً از واجبات شناخت قدر و مقام و منزلت بلند شمس. ببینید تا زمان شمس هیچ کس به اندازه این شخص شورش علیه آداب سنگین و بازدارنده‌ای که اضافه شده بود بر اندام لطیف تصوف و عرفان، چون عرفان و تصوف از آغاز برای این حادث شد، پدید اومد که انسان رو رها بکنه. از صوفی لا یملک و لا یملک. یکی از عرفای بزرگ گفته، ظاهرا رویم، که صوفی عارف حقیقی آن کسی است که نه مالک بشه چیزی رو و نه مملوک چیزی. تصوف برای رهایی بود، عرفان برای رهایی بود. اما هرچه که بازار مسند نشینی توسعه پیدا کرد و زمان سپری شد، حجاب‌ها و پرده‌های سنگینی بر این اندام لطیف افکنده شد. آداب پیچاپیچ، خم اندر خم، که اصل مقصود رها شده بود. نظام تشکیلاتی تصوف نظامی پیچیده و از بالا به پایین یک امپراتوری نهان برپا شده. خب این مغایر رهایی و آزادخواهی تصوف و عرفانی که در بدو و در آغاز چنین داعیه‌ای بود. و از اون طرف اگر صوفیان اولیه به زبان مردم سخن می‌گفتند، در قالب تمثیل، مجلسگویی‌های ساده، حکایت‌ها، یواش یواش بیانات تصوف رفت در قالب اصطلاحات، واژگان و تعابیر سنگین. زرهی ثقیل و جوشنی سنگین از اصطلاحات و تعابیر پیچاپیچ در بیانات عارفان وارد شد و غالب شد. حالا شمس در قرن هفتم ظهور کرده، میگه آقا من نه آداب خانقاهی رو قبول دارم، نه اهل مدرسه هستم، نه خانقاه، مکان من کاروانسراست. جملات کوتاه مقطع تازیانه‌وار بدون مجامله و تعارف با کسی، صریح و پوسکنده حقایق رو بیان میکنه، بی اینکه از اصطلاحات رایج تصوف استفاده کنه. اگر وضعیت شرایط بگونه‌ای بود که اگر کسی این اصطلاحات رو نمیدانست، اگر به حقایقی هم واصل شده بود، این شخص عامی و امی بی سواد محسوب میشد. چرا؟ برای اینکه اون اصطلاحات رو نمیدونه. شمس آمد این اندام لطیف تصوف و عرفان رو از زیر توده های عظیم و سنگین آداب تشریفات خارج کرد. اصطلاحات رو که زرهی آهنین بر این اندام بود کنار گذاشت و مولانا هم اگر بخونیم و خوندیم متوجه شدیم که مولانا هم نه مقید به آداب خم اندر خم خانقاهی بود و نه در بیاناتش از اصطلاحات و تعابیر دشوار و پیچاپیچ استفاده میکرد. پس شمس در واقع یک اصلاحی در مسیر تصوف ایجاد کرد و این کار کمی نیست. کاری بود که بودا
در آیین هندو جاری کرد. اون اصلاحی که بودا به عنوان مصلح در آیین هندو، خود اپانیشاد، کتاب اپانیشاد اصلاحی بود بر چی؟ بر آیین براهما که تبدیل شده بود فقط به یک سلسله از آداب و تشریفات پیچاپیچ. هدف چیست؟ هدف اون رهایی آزادی است. اون فراموش شده بود. فقط آداب و تشریفاتی که از هر جدول لگاریتمی سخت‌تر و پیچیده‌تر و دشوارتر آمد رها کرد. چرا؟ گفت که آقا خود همین آداب، خود این مسند نشینی ها خودش مملوک شدنه. مگه قرار نبود که از صوفی لا یملک و لا یملک؟ الان صوفیه‌ای که این بنای عظیم رو از اصطلاحات و آداب ساختن، خودشون مملوک این اصطلاحات و آداب شدن. باید صوفی عارف از همه تعلقات رها بشه. گفت قائل که صوفی آن بود که نبود، شیخ ابوالحسن خرقانی، صوفی آن بود که نبود، یعنی بعد از همه تعلقات و زنجیرها خودش رو رها بکنه. و مولانا همین عبارت خرقانی رو در دفتر سوم گفت قائل در جهان درویش نیست، ور بود درویش آن درویش نیست. این ترجمه همین کلام و تفسیر کلام خرقانی است. هست از روی بقای ذات او، نیست باشد هست او در هست او. چون زبانه شمع پیش آفتاب، هست باشد نیست باشد هست باشد در حساب. رها، همون جور که اپانیشاد به آیین هندوی دوره براهما گفت که آقا قربانی های عظیم وحشتناک از اسبان نژاده و اصیل در معابدشون قربانی میکردن. اپانیشاد اومد گفت که این قربانی بیرونی رو باید قربانی درونی کنید، تبدیل به قربانی درونی بکنید. و اون قربانی درونی چیست؟ نفس رو در زمام عقل و تقوا گرفتن، شهوات توسن و سرکش و لجام گسیخته رو مهار کردن. این قربانی درونی است. و کسی میتواند ذبح کند و قربانی کند که خودش به مرتبه نفس لطیفه ناطقه رسیده باشه که بتونه موجود ادنا رو پایینتر رو برای موجود بالاتر قربانی کنه. ولی نفس هایی که خودشون نفس حیوانی هستند، هنوز از مرحله حیوانی گذر نکردن، بل هم اضل سبیلا اولئک کالانعام بل هم اضل سبیلا، آدم هایی که خودشون از حیوان پایین ترن حق ندارن حیوان و قربانی خودشون بکنن. اون انسان کامل اکمل میتواند قربانی کند. چرا؟ برای اینکه حیوان با خورده شدن تبدیل به نفس ناطقه میشه، تکامل پیدا میکنه. ولی کسی که خودش هم در سطح حیوانی زندگی میکنه چه اجازه ای داره که حیوانی رو قربانی؟ به هر حال این اصلاحات رو ایجاد کرد شمس تبریزی در همون نقشی که بودا در آیین هندو، همون نقشی که اپانیشاد در آیین هندویی است به عنوان اصلاح بازی کرد. شمس هم در مورد تصوفی که زیر بار اصطلاحات و آداب خفه شده بود. علی ای حال مولانا هم اگر شمس رو نمیافت، عالمی میشد، دانشمندی که نظیرش صدها نمونه داریم که آمدند و رفتند و اتفاق خاصی هم نیفتاد. خدماتی کردند ولی اتفاق خاصی نیفتاد. اگر مولانا شمس رو نمیافت، چیزی میشد در حد
پدر خودش سلطان العلماء و یا یکی از بزرگان علم. خود مولانا هم در فیه مافی بیانی داره، میگه اگر ما در ولایتمان بودیم، خودشو میگه، حد اکثر مدرسی، مؤلفی، مصنفی، خطیبی میشدیم و عمل به ظاهر میکردیم اگر در ولایتمان در بلخ بودیم. خودش صراحتاً میگه که تغییر این محیط و دیدار با شمس چه تحولی در او ایجاد کرده. از اونجایی که ما از زندگی مولانا، از شمس که چیزی نمیدونیم، از مولانا هم چیز زیادی نمیدونیم، چون از بدو تولد تا 38 سالگی تا 39 سالگی که با شمس مواجه شد، واقعاً کتب تاریخ، تذکره ها، تراجم و احوال ساکت. چیزی در مورد مولانا، در دوره جوانی مولانا ما چه میدونیم؟ دوران کودکیش خیلی چیزهای مجهول. حالا تازه بعد از آشنایی با شمس هم در توده ای از ابرهای کرامتگویی مناقب نویسان زندگی واقعی و تاریخی مولانا گم شده. از نیمه دوم عمرش هم ما چیز زیادی نمیدونیم جز اینکه یک سلسله کرامات به او نسبت دادن. از زندگی واقعیش خیلی کمتر سخن گفته شده. این است که ما خیلی سوالات داریم در مورد زندگی مولانا. آقا اصلا مولانا قبل از شمس شعر می سروده یا نه؟ خود این مسئله است. یه عده‌ای از راه کرامت و خلق عادت و ایجاد معدوم میگن آقا مولانا تا قبل از شمس اصلا شعری نسروده، آشنا نبوده، ناگهان پس از آشنایی شمس این سیلاب شعر از وجودش سرازیر شده به صورت کرامت و خلق عادت. ممکنه ابیاتی هم بیارن. ولدنامه میگه شیخ ما ز عشق شاعر شد. این کلام میتونه کمک بکنه به این تئوری، به این نظریه. شیخ ما یعنی مولانا ز عشق شاعر شد. عشق از چه زمانی بود؟ از زمان شمس. یا خود مولانا میگه غزل سراب شدم ز دست عشق و دست زنان. خودش هم صریحا میگه آقا ما غزل سراییم از دست عشقه. یا زاهد بودم ترانه گویم کردی. و امثال این قرینه ها میتونه کمک بکنه به اون نظریه که آقا مولانا اصلا شعری نمی سروده، پس از شمس شاعر میشه. اما این نظریه با توجه به قرینه ها و دلایل دیگر یک مقدار تضعیف میشه. عطاردوار خود مولانا میگه دفتر باره بودم، زبردست ادیبان می نشستم، چو دیدم لوح پیشانی ساقی، شدم مست و قلمها را شکستم. این به صراحت میگه که من یک زمانی ادیب بودم، زبردست ادیبان می نشستم. این صراحت داره. یا میگه که حقم نداد غمی جز که قافیه طلبی، ز بحر شعر و از آن هم خلاص داد مرا. پس یه زمان مولانا شاعری میکرده، منتها شاعر صنعت ساز و قافیه پرداز، نه شاعر پس از دیدار شمس که لفظ و گفت و صوت و برهم بزنه، قافیه اندیشم و دلدار من بگه. بله مولانا داریم. حالا چون مسیر بحثمون چیز دیگری است، من در این باره صحبت زیاد دارم. قرینه های شعری هم زیاد که مولانا از دوران حالا لااقل نوجوانی با شعر آشنا بوده. اشعاری هست که شما فکر میکنید ناصر خسرو داره میگه، فکر میکنید انوری داره میگه. خب نشون میده که با اون مولانای پس از شمس فاصله زیاده. و البته این سنخ غزلیات بسیار بسیار اندکه، النادر کالمعدوم هست، ولی توی غزلیات پیدا میشه.
علی ای حال جمع بین فقاهت، اجتهاد و شعر هم جمع به اصطلاح محالی نیست، جمع مکسر نیست، جمع سالمه، میشه اینا رو جمع کرد. ما داریم نمونه مولا محسن فیض از فقهای بزرگ دوره صفویه دیوان شعر داره، اتفاقاً به سبک مولانا غزلیات گفته، مثنوی گفته. یا خود ملا احمد نراقی صاحب معراج السعاده، یکی از بهترین کتب اخلاقی، فرزند ملا مهدی نراقی صاحب جامع السعادات، از مراجع بزرگ، از فقها، مثنوی داره به نام مثنوی تقدیس که اتفاقاً بر نهج و شیوه مولانا شعر سروده. میرزا حبیب خراسانی داریم از مجتهدان بزرگ، او هم دیوان شعر داره، منتها بر نهج حافظ بیشتر سروده. به هر حال جمع فقاهت و شعر جمع محالی نیست، میتونه در کنار هم جمع بشه. معمولاً این بخش سوم بحث منه، یه چهارم هم داریم تمام میشه. این بخش سوم معمولاً تأثیری که بین شمس و مولانا جاری شد در افهام عامه و در نظریات غیر تحقیقی به این صورت مطرح میشه که این تأثیر ناگهانی بوده، حالا به بهانه یک سوال که آقا بایزید مقامش بالاتر یا رسول اکرم، به هر حال جوری این مناقب نویس هم نوشتن که انهو در همون لحظه این تغییرات مادام العمری مولانا اتفاق افتاد. این یکی. دوم به این صورت تشریح میکنن که این تأثیر یک جانبه بوده از طرف شمس به سوی مولانا، در حالی که نه تأثیر آنی بوده و نه تأثیر یک جانبه بوده. لااقل در دور اولی که شمس در قونیه بود 15 ماه اینا با هم 8 و 9 داشتن. در نوبت دوم حدود 1 سال این 8 و 9 بوده. پس نباید بگیم در لحظه اتفاق افتاد، همه چیز رو به صورت کرامات و خوارق عادات معنی کنیم و تفسیر. اما تأثیری هم که شمس بر مولانا نهاد تأثیر یک طرفه نبود، تأثیر متقابل بود. ببینید یه موقع هست ما میگیم تأثیر، اصلاً کلاً در مکتب و طریقت مولانا مرید مرادی و شیخ و شاگردی حرکتش خطی نیست، حرکتش دورانی و حلقویه، حرکتش تنازلی نیست، تقابلیه. یعنی چه؟ یعنی مرید مراد میشه، مراد مرید میشه، شیخ شاگرد میشه، شاگرد شیخ میشه. اون حالتی که در سلاسل جاریه و رسمی معمولاً یک شیخی اون بالا میشینه، از بالا همه چیز نافذ میشه در مراتب نازله، اینجور نیست. در طریقت مولانا و شمس مریدی و مرادی و شیخی و شاگردی تقابلیه. این تعبیر آینه در آینه که من تو این نامه دعوت دیدم عجب کلمه دقیق و خیلی خوبیه. به صورت 2 تا آینه در مقابل همدیگر بودن، نه اینکه خطی باشه از یک طرف فقط شروع شده و اصابت کرده به طرف دیگر، اینجور نیست. چرا؟ برای اینکه شما ببینید در مقدمه دفتر اول که به عربی هم نوشته شده، ببینید مولانا چه صفاتی و چه نسبت‌هایی رو بین خودش و حسام الدین چلبی بیان میکنه. در این که حالا مثنوی رو به درخواست او گفته، میگه لاستدعاء سیدی، سیدی یعنی آقای من، سرور من. کی؟ حسام الدین چلبی. سید و سرور کیه؟ مولانا است. سیدی
و سندی تکیهگاه هست، ستون من هست، و معتمدی کسی است که من بهش تکیه میکنم، و مکان روح من جسدی. این دیگه خیلی بالاتره، میگه که حسام الدین روح و من جسمم. خب اگر یک مریدی میخواست از شیخش و مرادش توصیفاتی کنه، از این بالاتر چی میتونست بگه؟ که آقا مراد من، تو جان منی، من یه جسم بی جان هستم. در حالی که ما شک نداریم، شما هم شک ندارید که حسام الدین مرید مولانا بود. اما چرا اینجا مولانا داره مریدانه از حسام صحبت میکنه؟ به خاطر این است که شیخی و شاگردی حلقوی و دورانی، خطی نیست در طریقت مولانا. یا در مقدمه، یعنی ابیات افتتاحیه هر دفتر رو شما نگاه کنید، بجز دفتر اول که نداریم، دفاتر دیگه بلا استثناء ابیات افتتاحیهش همه در تحسین و بزرگداشت حسام الدینه. برگشا گنجینه اسرار را، به حسام میگه برگشا گنجینه. اسرار رو کی داره بیان میکنه؟ ما میگیم مولانا، اون میگه نه، ای حسام تو گنجینه اسرار رو برگشا. در سوم دفتر بهل اعذار را، اگه اعذارم بخونیم ایرادی نداره، هم اعذار را هم اعذار. چون در دفتر دوم، چون ضیاء الحق حسام الدین عنان بازگردانید ز اوج آسمان. چون به معراج حقایق رفته بود. کی رفته بود؟ ما میگیم مولانا به معراج حقایق رفته بود، اون میگه نه، حسام الدین. بی بهارش نکته ها ناکفته بود. چون ز دریا سوی ساحل بازگشت. از دریای وحدت الهی کی بازگشت؟ حسام الدین. چنگ شعر مثنوی با ساز گشت الی آخر. اینها همش بیان میکنه که آقا تأثیر و تأثر میان مولانا و شمس تقابلی بوده. به همون نسبت هم شمس شکوفا میشه، شمس زنجیرهاش رو پاره میکنه. باز داریم که در مقالات شمس هست که شمس میگه که امروز غواص مولاناست، من بازرگان و گوهر در میان است. ببینید این نکته رو بشکافیم، خیلی مطلب توشه. غواص مولاناست. چه کسی در ضمیر و جان شمس غواصی کرد و گوهرهای نادر و نایاب رو یافت که خود شمس هم از اون گوهرها بیخبر بود، چون میگه من الان بازرگانم، مشتری اون گوهرم. کی یافت؟ مولانا یافت، غواصی کرد. چون میدونید در سر سطیر و ضمیر هزارتوی انسان استعدادها و احوالی است که خود آدم هم بیخبر ازش. انه داریم در سوره طه، اوایل سوره طه، انه یعلم السر و اخفا. خداونده که سر و خفیتر از سر رو میداند. در تفسیر مجموع البیان میخوانیم که از یکی از ائمه، امام صادق علیه السلام، میپرسن، میگن آقا ما سر رو فهمیدیم، میدونیم سر اینه که به هر حال در دل من هست، دیگری خبر نداره، ولی اخفا از سر چیه؟ امام صادق میفرماید اخفا از سر این است که سری در دل تو هست، نه تنها دیگری نمیداند، تو هم اون سر رو نمیدونی، خبر نداری درونت چه خبره. پس میگه امروز غواص مولاناست، من بازرگان و گوهر در میان. اینجا ببینید شمس مشتری اون گوهرهای نابی میشه که شمس مولانا یافته. یا میگه که یه عبارتی هست، ببخشید،
به عربی من یه جمله‌شو میخونم باقی توضیح میدم. اول شمس میگه به زبان عربی در مقالات، اول کلام تکلمت معه کان هذا اما ابا یزید، که البته اینجا باید بگه اما ابو یزید، چون عوامل نسب برای ابو اینجا نداریم، نه لفظی نه معنوی. این از اشتباهات کاتبین هست، کاتبین خیلی اشتباه میکنه. کیفه که باید بگه فکیفه، اینجا فا باز فای جزائیه است از نظر عربی. وقتی امای تفصیلیه میاد فای جزائیه باید حتما بر جواب الحاق بشه. این از اشتباهات کاتبین و ناسخان هست. میگه که اولین سخنی که من با مولانا گفتم این بود که فکیفه ما لزم المتابعته، چرا بایزید متابعت رسول خدا رو نکرد و نگفت سبحانک ما عبدناک حق عبادتک و الی آخر جملات ادامه داره. میگه وقتی که من اولین سخنم با مولانا این بود، این جمله رو گفتم که حالا اینم تو پرانتز بگم، وقت نیست والله توضیح میدادیم. تمام اون داستانهایی که برای اون حادثه نخستین دیدار شمس و مولانا ساختن، از جمله این سوال و 3 تا مسئله دیگه که حالا وقت نداریم، همش اسطوره‌ای است، هیچ کدام تاریخی نیست. نباید بگیم تاریخی اتفاق افتاده، چون میدونید عرفان کلاً از جاده اسطوره گذر میکنه. ما اگر اسطوره ها رو نشناسیم با تاریخ آشفته میشه و نتیجه گیریمون مضطرب میشه، معلومه چه حاصل شد. این است که تمام اون داستان ها رو، به خصوص اون داستان معروف که بایزید چنین گفت رسول خدا چنان، اینا رو همه رو ساختن بر مبنای همین جمله، چون دیگه ادامه نداره. شمس دیگه توضیح نمیده که بایزید چه گفت، مولانا چه گفت. به هر حال به اینجا میرسونه مطلب رو که میگه من وقتی که این جمله رو به مولانا گفتم که چرا بایزید مثل رسول خدا نگفت ای خدا من تو را آنطور که باید و سزاوار هستی عبادتت نکردم، که حالا یه جمله دیگه ما عرفناک حق معرفتک هم هست، ولی این ما عبدناک حق عبادتک هست، آنسان که باید عبادت تو رو به جا نیاوردم. چرا بایزید مثل رسول خدا نگفت؟ پس متابعت نداشته. میگه وقتی که من این کلامو گفتم دیدم مولانا به علت طهارت نفسش، پاکی درونش، مقصود این جمله رو پی برد. حالا توضیح نمیده که مقصود چه بوده. میگه مولانا به مغز این سخن آگاه شد و از آگاهی بر این نکته خاصی که گفتم مست شد و من از مستی و سکرانیت مولانا من هم مست شدم و کنتو غافلا عن لذت هذا الکلام، در حالی که قبلا هم این سخنان رو دیده بودم، خونده بودم، شنیده بودم، ولی لذتی و سکرانیت و مستی به من دست نمیداد. ببینید این پاره هم کاملا نشون میده که اینها رابطهشون تأثیر و تأثری بوده، آینه‌وار بوده، تقابلی بوده. یا باز در مقالات شمس میفرماید که آبی بودم بر خود میپیچیدم و بوی میگرفتم تا آنکه وجود مولانا بر من زد، روان شد این وجود، میرود خوش و تازه و خرم. یعنی وجود من بسته بود، به تعبیر البته خودشون بوی گرفته بود. وجود مولانا وجود منو سیال کرد، به سیلان و روانی در آمدم و از جمله رهاوردهای این سیالیت همین مقالات شمسی که واقعا ما هنوز قدرشو نمیدونیم. با 1 بار و 2 بار و 10 بار نمیشه این کتاب اولا فهمید همه قسمت هاشو.
البته دلایل متعددی داره. یکی آن که در اوج ادبیات و سخنوری شمس سخن گفته، جملاتش مقطع، کوتاه، تازیانه‌وار و پرنکته. من ندیدم در حد شمس کسی انقدر در صرف کلمات صرفه‌جویی و اقتصاد رو رعایت کنه. ماها همینجوری کلام رو رها میکنیم، 2 ساعت مثل بنده حرف میزنیم، توش هم هیچی پیدا نمیشه. ولی این جناب شمس آقا توی هر جملهش، تو هر اشارتش، حالا اون موقعی که ضبط صوت هم نبوده، چون این کلمات گفتاری بوده، بیان گفتاری است. ما خیلی از معانی و مقاصد رو از لحن و آواز کلام میفهمیم. ضبط صوت نداشتیم، نمیدونیم کلام سوالیه، تعجبیه، طنزآمیزه. و اینو اضافه کنید به این که همه کاتبین نتونستن همه کلمات شمس رو هم بنویسن. افتادگی ها زیاد داره. شما نگاه کنید ببینید از این کتاب‌های دبستان، جغرافیای مثلا 5 دبستان داریم میخونیم، یه صفحه از وسط این جغرافی 5 ابتدایی افتاده باشه، ما خط مطلب رو گم میکنیم، نمیفهمیم چی شد آقا، ادامه اون کوه مثلا دماوند به کجا رسید، گم میشه. وای به این حال که این سنخ کتب افتادگی هم داشته باشه، خیلی مشکل میشه. از این رو انشالله اهل صلاح و اهلش مثل آقای توفیق سبحانی و آقای موحد و اساتیدی مثل آقای محقق دیگران واقعا باید بنشینن یک شرح کاملی بر مقالات شمس بنویسن که بسیاری از معضلات عرفانی و مسائل مربوط به تصوف حقیقی و غیر حقیقی در این مقالات هست. گنجی است. شمس گفت که من آمدم این نازنین رو، یعنی مولانا رو، از میان قوم ناهموار نجات بدم، و نجات داد. کسی جز شمس مولانا رو نجات نداد. مولانا البته در مکتب تصوف پدرش سیر و سلوکی داشته، 9 سالم نزد محقق ترمذی بیگانه نبوده، اما اون رهایی که شمس در مولانا ایجاد کرد همون رهایی بود که مولانا رو مولانای جاودان کرد. و جز شمس هیچ عاملی مولانا رو به این درجه از منزلت و وسعت مشرب و منظر نرسوند. شمس به مولانا تعلیم داد که باید از همه قیود خودتو راحت کنی. ما الان اگر بخوایم تأثیر شمس رو بر مولانا بررسی کنیم، راهش این نیست که بریم مقالات رو باز بکنیم بگیم آقا این داستان تخم بطی گرچه مرغ خانگی که مولانا گفته، اینجا داستانشو شمس آورده. اصلا صحبت مقایسه کتابی ما رو به جایی نمیرسه. چون اگر اینجوری بریم میتونیم با غزالی هم مقایسه کنیم. خیلی از مطالبی که در مثنوی هست در آثار غزالی هم هست. از متنبی هم استفاده کرده، از دیگران. میتونیم رد پای آراء فلوتینی هم پیدا بکنیم. اینها نیست. تأثیر مولانا رو نباید به صورت موضوعی و کتابی بررسی کنیم. آقا این داستان رو مولانا از مقالات شمس گرفته. نه، اون تأثیر نهایی که شمس بر مولانا نهاد اون تعلیم رهایی بود. من پیش از این میخواستم گفتار خود را مشتری، اکنون همی خواهم ز تو که از گفت خویشم وارهی. بت‌ها، مولانا میگه بت‌ها تراشیدم بسی بهر فریب هر کسی، مست خلیلم من کنون سیر آمدم از آزری. دکان ز خود پرداختم انگازها انداختم، قدر جنون بشناختم زندیشه ها گشتم تهی. شمس اینو به مولانا تعلیم داد
و مولانا به خاطر این تعلیم مولانا شد. شمع نیم، جمع نیم، دود پراکنده شدم. اینو تعلیم داد. نه بیایم کتاب وا کنیم بگیم اونجا رو مثنوی از اینجا برداشت، اصلا به جایی نمیرسیم اینجا. علی ای حال من حس میکنم که زیاد صحبت کردم، این چند جمله رو میگم تمام میکنم. عرض به حضورتون که اگر مولانا میخواست به وجود پدرش سلطان العلماء ختم بشه به جایی نمیرسید، اما میشد سلطان العلماء. نهایتاً در حد مجدالدین بغدادی میشد، عارفی در اون حد. همینطور مولانا اگر به شمس هم ختم میشد باز مولانا نمیشد. مولانا از شمس هم گذر کرد. شمس تبریز خود بهانه است، ماییم به حسن و لطف ماییم. با خلق بگو برای روپوش، کو شاه کریم و ما گداییم. محویم، این بیت آخرش نشون میده که حلقویه این رابطه ها. محویم به حسن شمس تبریز، در محو نه او بود نه ماییم. ببینید اون دو بیت رو معمولاً بعضیا میخونن، من میخوام اون بیت آخرم بخونیم تا معنا تکمیل شه. اون دو تا بیت رو بخونیم یعنی مولانا دیگه اصلا خیلی در مرتبه بالا شمس هیچ نه، بیت آخر رو باید بخونیم. محویم به حسن شمس تبریز، در محو نه او بود نه ماییم. یعنی اینجا صحبت فردانیت شخص به عنوان مولانا و فردانیت شمس به عنوان شمس است. علی ای حال این همه گفتیم لیشن در بسیج، بی عنایات خدا هیچیم هیچ، بی عنایات حق و خاصان حق گر ملک باشد سیاه هستش بلا. شما رو به خداوند منان می سپارم و از اینکه اگر کمی طول کشید میخواستیم به جایی برسیم. و سلام علیکم. خیلی ممنونم محبت کردید. از جناب زمانی بسیار متشکریم که بیانات مستدل و عالمانه‌ای فرمودند. من گفته های ایشون رو به بیان مولانا عرض می کنم که خود مولانا گفته است. چجوری آمد اون چی گفت این چی گفت فلان. الان شمس در قونیه است و البته من میخواستم دنبال میگشتم که استاد موحد اینجا تشریف میداشتن که عرایض منو تایید کنن که به نظر من و در منظومه مولویه شمس اون منظومه است. بقیه خود مولانا هم یکی از اقمار اون منظومه هست و این در آخرین بیت جناب زمانی این رو فرمودند از بیان خود مولانا. مولوی میگه شمس آمد با من چه کرد؟ میگه عشق تو مست و کف زنانم کرد، مستم و بی خودم چه دانم کرد. غوره بودم کنون شدم انگور، خویشتن را ترش نتانم کرد. شکرین است یار حلوایی، مشت حلوا در این دهانم کرد. تا گشاد دکان حلوایی، خانه ام برد و بی دکانم کرد. خلق گوید چنان نمی باید، من نبودم چنانم کرد. اولا خم شکست و سرکه بریخت. این کتب قبلی. اولا خم شکست و سرکه بریخت، نوحه کردم که او زیانم کرد. او به من زیان رساند. 100 خم می به جای آن یک خم، در خورم داد و شادمانم کرد. غزلیات شمس از اون خمه. در تنور بلا و فتنه خیش،
پخته و سرخ رو چون نانم کرد. چون زلیخا ز غم شدم من پیر، کرد یوسف دعا جوانم کرد. اینجا واقعیت این هست که گویا به شمس هم گفتن، اون گفت من حقایقی در درونم هست به بیان نمیتوانم بیاورم. گفتن فکر این را نکن، خداوند در مسیر تو مردی قرار داده است که او زبان تو خواهد بود. میگه پر کنم شکر آسمان و زمین، چون زمین بودم آسمانم کرد. از ره کهکشان گذشت دلم، زان سوی کهکشان کشانم کرد. نردبانها و بامها دیدم، فارغ از بام و نردبانم کرد. چون جهان پر شد از حکایت من، در جهان همچو جان نهانم کرد. مولوی میگه چون مرا نرم یافت همچو زبان، چون مرا نرم یافت همچو زبان، چون زبان زود ترجمانم کرد. مولوی میفرماید چون مرا شمس، چون مرا نرم یافت همچو زبان، چون زبان زود ترجمانم کرد. چون زبان متصل به دل بودم، راز دل یک به یک بیانم کرد. چون زبانم گرفت خونریزی، اینها بیاناتی است که جناب زمانی فرمودن. چون زبانم گرفت خونریزی، همچو شمشیر در میانم کرد. بس کن ای دل که در بیان ناید، آنچه آن یار مهربانم کرد. و این واقعا مولانا هم زبان خودش هست هم زبان شمس هست. و آخرین بیتی که جناب زمانی فرمودن همین غزلی است که مولانا در اواخرش اون را فرموده است. و چون استاد مختابات تشریف آوردن، مطمئناً صوت ایشون از گفته های من بسیار دلنشین تر هست. اینه که من یکی دو تا مطلب خیلی جزئی هست بگم خدمت جناب دکتر ایوبی که من امروز شنیدم یه نیم ساعت قبل از اون که اینجا بیام، که در قونیه یک آزادراه رو به نام آزادراه بلخ نامیدن و این هشداری است به بنیاد شمس و مولانا در ایران، در تهران، در خوی و تبریز و دیگر جاها که ما هم به فکر نامگذاری باشه. البته در تهران خوشبختانه خیابان مولوی یه خیابانی است که واقعا مثل دکان سمساری مثنوی مولاناست و واقعا من بارها فکر کردم این خیابان مولوی واقعا خیابان مولوی است، ولی برای شمس باید فکر بکنی. اما این اینجوری بود. شمس مولانا وقتی با پدرش حالا در تاریخاش اختلاف داشت از بلخ می آمد که بیاد بره به قونیه، در نیشابور به خدمت شیخ عطار رسیدن. حالا افسانه هست ولی در افسانه ها خیلی حقایق شاید نهفته است که عطار میگن گفت در ناصیه این نور الهی میدرخشد، این جوان رو مواظب باش که و الهی نامه را به او تقدیم کرد. و یک آیه جناب زمانی خوندن، سر و اخفا. خب سر هست، اخفا. من این شعر حافظ رو میخونم، عرایزم رو تمام میکنم چون من هم مشتاقم صوت ایشون رو بشنوم. حافظ میگوید زهد من با تو چه سنجد، چون به یغمای دلم مست و آشفته به خلوتگه راز آمده ای. راز بالاخره پوشیده، خلوتگه راز چه جور خلوتی هست، اون همون سر و اخفاست. خیلی ممنون از جناب زمانی، هم خیلی متشکرم. و این مناسبتش جلسه اول درباره سماع یه چیزی خوندیم
خاطرتون باشه. گواه عاشق صادق اینجاست. شیخ گفت خلیفه منع کرده است. من سریع میخونم برای اینکه 2 تا شاهد خیلی زیبا برای این من پیدا کردم. شیخ گفت خلیفه منع کرده است از سماع کردن. درویش را عقده ای شد در اندرون و رنجور افتاد. طبیب حاذق را آوردن، نبض او گرفت. این علتها و اسباب که خوانده بود ندید. درویش وفات یافت. طبیب بشکافت گور او را و سینه او را و عقده را بیرون آورد. همچون عقیق بود، آن را به وقت حاجت بفروخت. دست به دست رفت، به خلیفه رسید. خلیفه آن نگین انگشتری ساخت، می داشت در انگشت. روزی در سماع فرو نگریست، جامه آلوده دید از خون. چون نظر کرد هیچ جراحتی ندید. دست برد به انگشتری، نگین را دید گداخته. خصمان را که فروخته بودند باز طلبید تا به طبیب رسید. طبیب احوال را باز گفت. این شعر من نمیدونم از کی. ره چو چکیده خون ببینی جایی، پی برک به چشم من برون آرد سال. سماع را چه کند جسمانی؟ سماع او خوردن است. آن خوردن او به نفس باشد، همه عقل شده باشد. یأکلون و یتمتعون کما تأکل الانعام. گویی که او را خود برای آن آفریدند و برای آن هست کردند. کسی که او بوی معنی یافته باشد چنان خورد چیزی. این در میان مشایخ مولویه احمد جامی داده هست از 11م. شیخ مولوی خانه یعنی قاپو به سبب منع شدن سماع به دستور قاضی زاده ناچار پایتخت رو استانبول رو به بهانه حج ترک کرد و در مدینه وفات یافت و در همونجا به خاک سپرده شد. یکی زیباتر از اون زکی محمد آقا، شاگرد اسحاق تنبوری از نوازندگان مولویه، پیش از رفتن به حج به منظور وداع نزد قاضی استانبول و قاضی عسکر آناتولی عارف افندی مدرس رفت. گفت به حج می روم، در اونجا ساز زدن را توبه خواهم کرد، دیگر ساز نخواهم زد. معروف است که او گفت بزن فرزندم، حتی در عرفات هم بزن. خیلی ممنون. این جناب مختابات واجبتر از این سوال هاست. خیلی ممنون. حالا همه خواهند دید که ایشون واجب. خیلی ممنون. من آقای دوستان رو من معرفی میکنم. جناب استاد رضا دربندی از نوازنده‌های خوب دف و استاد رضا پریدار از نوازنده‌های خوب نی. در خدمت شماست.
که ظهور پرسدم رخ بنما که این چنین هر که ز ما گویدت بام برا که این چنین بام برا که این چنین
که پری طلب کند چهره خود بدونم، هر که ز مشک دم زند زلف گشا که این چنین، زلف گشا که این چنین. هر که بگویدت ز ابر ماه چگونه وا شود، باز گشا گره گره بند قبا که این چنینه، باز گشا گره گره بند قبا که این چنین. هر که بگویدت بگو کشته شون بود، عرضه بنه به پیش او جان مرا، جان مرا که این چنین. هر که بگویدت بگو کشته عشق چون بود، عرضه بنه به پیش او جان مرا که این چنین. سرو چمان من چرا، سرو چمان من چرا میل چمن نمی کند، همدم گل نمی شود یاد سمن نمی کند، یاد سمن نمی کند. دل به امید وصل تو، دل به امید وصل تو همدم جان نمی شود، دل به امید وصل تو
از گذر تو خاک را که از گذر تو خاک را مشک خوتم نمی کند مشک خوتم نمی کند تا دل هرزه گرد من رفت به چین زلف تو زان سفر دراز خود ترک وطن نمی کند عزم وطن نمی کند ساقی سیم ساق من گر همه درد میدهد گر همه درد میدهد کیست که تن چو جام می کیست که تن چو جام می جمله دهن نمی کند جمله دهن نمی کند سرو چمان من چرا سرو چمان من چرا میل چمن نمی کند همدم گل نمی شود یاد سمن نمی کند یاد سمن نمی کند یاد سمن نمی کند پنهان مشو که روی تو بر ما مبارک است نظاره تو بر همه جانها مبارک است یک لحظه سایه سر ما دورتر مکن دانسته ای که سایه عنقا مبارک است ای بستگان
تن به تماشای جان روی کآخر رسول گفت تماشا مبارک است ای نوبهار حسن بیا کن هوای خوش بر باغ و راغ و گلشن و صحرا مبارک است آی ای نوبهار حسن بیا کن هوای خوش بر باغ و راغ و گلشن و صحرا مبارک بشنو از نی چون حکایت می کند از جدایی ها شکایت می کس نیستم تا مرا ببریده از نوایم مرد و زن نالیده من به هر جمعیتی نالان شدم جفت خوشحالان و بدحالان شدم هر کسی
بند خود شد یار من، از درون من نجست اسرار من، از درون من نجست اسرار سینه خواهم شرح از فراق تا بگویم شرح درد اشتیاق. هر کسی از اصل خویش باز جوید روزگار وصل خویش، باز جوید روزگار وصل درخت دوستی بنشان که کام دل به بار آرد. درخت دوستی بنشان که کام دل به بار آرد. نهال دشمنی برکن که رنج بی شمار آرد، که رنج بی شمار آرد. شب صحبت غنیمت دان، شب صحبت غنیمت دان که بعد از روزگار ما. شب صحبت غنیمت دان که بعد از روزگار ما. بسی گردش کند گردون، بسی لیل و نهار آرد. درخت دوستی بنشان کام دل به بار آرد.
نهار دشمنی برکن که رنج بی شمار آرد، که رنج بی شمار آرد. اماری دار لیلی را که مهد ماه در حکم است، اماری دار لیلی را که مهد ماه در حکم است. خدا را در دل اندازش، خدا را در دل اندازش که بر مجنون گذار آرد، که بر مجنون گذار آرد. درخت دوستی بنشان کام دل به بار آرد، درخت دوستی بنشان که کام دل به بار آرد. نهار دشمنی برکن که رنج بی شمار آرد، که رنج بی شمار آرد، که رنج بی شمار آرد.